امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان راهبران هیئت‌های جلسه شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، وزیران مدافع جمهوری‌های بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیای روسیه، جمهوری تاجیکستان، دبیر کلی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و همچنین نماینده کامل حقوق جمهوری ارمنستان در نزد سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی را به حضور پذیرفتند. جلسه امروزه شورای وزیران مدافع نخستین چاره‌بینی است که در دوره ریاست کنونی تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در قلمرو تاجیکستان برگزار می شود. پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان این تدبیر را همچون یکی از مرحله‌های مهم آمادگی به اجلاسی نوبتی شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان ارزیابی کردند. تهیه و تصدیق زمینه معیاری، تشکیل نیروهای دسته‌جمعی، گروه‌های منطقوی قشون‌ها، نیروهای پاسداری صلح و مقامات فرماندهی آنها از وظیفه‌های اساسی شورای وزیران مدافع سازمان ارزیابی گردید. در ملاقات مسئله‌های همکاری دولت‌های اعضا در سمت سیاسی، حربی تکنیکی، مبارزه مشترک بر ضد تهدید و خطرهای جهانی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد نشئه‌آور، دیگر جنایت‌های متشکل فراملی، تامین امنیت منطقه، وضع افغانستان همسایه و مستحکم کردن حفظ سرحد دولتی بین تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که در مثال پاندمی کووید 19 ما دیدیم که با پنجشوی با سرعت بیماری‌های گوناگون سرایتی در جهان به امنیت ما چه تهدید می‌کند. از این رو ضرور شمرده شد که با در نظر داشت موقع جانب‌ها جهت تهیه مسئله تشکیل مکانیزم تامین امنیت بیولوژی کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی چاره‌های مشخص عملی گردد. امروز راهبران هیئت‌های اشتراکچی جلسه شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، وزیران مدافع جمهوری‌های بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیای روسیه، جمهوری تاجیکستان، دبیر کلی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و همچنین نماینده کامل حقوق جمهوری ارمنستان در نزد سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی همچون رمز احترام به تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک در پایه مجسمه اساسگزار نخستین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچند برگذاشتند. جلسه شورای وزیران مدافع سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی تحت ریاست وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرعلی میرزا در شهر دوشنبه برگزار شد. در جلسه وزیران مدافع جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیای روسیه، نماینده وزارت مدافع جمهوری ارمنستان، دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی استانیسلاو زاس و سردار ستاد مشترک سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی گنرال پالکونیک آناتولی سیدروف شرکت ورزیدند. اشتراکچیان تدبیر مذکور مسائل خطر و تهدیدهای جهانی معاصر و وضعیتی که در کشورهای مختلف عالم به عمل آمدند، همچنین رشد مناسبت‌های حربی تکنیکی را که در وضعیت فعلی از مسائل مبرم به حساب می‌رود بررسی نمودند. در جریان نشست پلنری باشد سازشنامه درباره صلاحیت و رساندن یاری حقوقی در حالت بود و باش موقتی نیروهای نظامی امنیت دسته‌جمعی در قلمرو کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی را تصدیق کردند. همچنین نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به 30مین سالگرد امضای سازشنامه امنیت دسته‌جمعی، مجهزگردانی نیروهای واکنش دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی با اسلحه معاصر، تجهیزات نظامی و مخصوصی صحوی، نقشه آمادگی مشترک مقامات فرماندهی و نظارتی و تشکل نیرو و واسطه‌های سیستم امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی برای سال 2022 بررسی و قبول کرده شد. استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی ضمن اظهارات مطبوعاتی کار جلسه امروزه را ثمراناک ارزیابی نموده تاکید داشت که نمایندگان کشورهای اعضای سازمان مسائل مبرم همکاری را توانستند همه‌جانبه بررسی نمایند. بخصوص در جریان جلسه در سمت همکاری‌های نظامی، حربی تکنیکی، مبارزه دسته‌جمعانه بر ضد خطر و تهدیدهای جهانی معاصر، گفتگوهای سودمند و منفعت‌آور صورت گرفت. باید قید کرد که جلسه امروزه شورای وزیران مدافع نخستین چاره‌بینی است که در دوره ریاست کشور ما در سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در قلمرو تاجیکستان برگزار گردید.